سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی آموزشی دیگه از چنل مستر کلاب. قراره تو این ویدیو 5 تا از پرکاربردترین افکت های پریمیر پرو رو بهتون معرفی کنم و روش کار کردن باهاشو بهتون آموزش بدم. پس بدون معطلی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اول لایک کن، بعد سابسکرایب، زنگوله بغلم فراموش نشه که تا هر زمانی که ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. اولین افکت اکوه که ما زمانی که بندازیمش روی تکسمون میتونیم کارهای زیادی باشه انجام بدیم. خب این الان تکس ماه. ما وقتی افکت اکو رو اعمال میکنیم به متنمون اگر موشن بدیم، ببینین یه همچین حالت پشت متنمون موقع حرکت میاره. حالا ما میتونیم خب با این کی فریمش هی بازی کنیم. به چه شکل؟ ببینین این الان اکو، ما حالا نگاه کنین این یه همچین حالتی داره میره بالا. خب ما الان اگر بیایم تو این قسمت و کی فریم رو بهش نزدیکتر کنیم و اینا رو ایز این کنیم، ببینین خیلی قشنگ شد. حالا ما میایم یه اسکیل بهش میدیم در این حد و اینم میاریم تا بالا 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 تا اینجا. نگاه کنیم یه ذره پایین‌تر بیاد اینجا. خوب ببینیم شما میتونین برای مثلا تیزرهایی که میخواین انجام بدین از این افکت استفاده کنین. افکت بعدی که میخوام بهتون یاد بدم بیسیک تیریدیه. وقتی بیسیک تیریدی رو بندازین ما میتونیم عین افتر افکت تیریدی کنیم، مثلا تکسامون رو تیریدی کنیم به همین راحتی. ببینین راحت تکون میخوره و ما میتونیم تکسای تیریدی بزنیم. بذارین مثلا همینو ببرم روی ویدیو. ما الان اگر بخوایم بندازیم این تکسمون رو اون دیوار، مثلا میاریم اسکیلش رو کم میکنیم، یه ذره میاریم پایین. حالا با بیسیک تیریدی اینو بهش میبریم عقب‌تر یه ذره و حالا جا به جا. این از این هم از کلا از کارهای بیسیک تیریدیه. شما میتونین باش لوگوتون رو تیریدی کنین، میتونین باهاش آبجکت هایی که میتونین بیارین و تیریدی کنین، کلا مثل تیریدی افتر افکت توی پریمیره. افکت بعدی ما کامرا لنز بلره. به چه شکله؟ ما یه دونه ادجاستمنت لایر اگر بیاریم و اینو بندازیم روی ویدیومون و کامرا لنز بلر هم بندازیم روش، ما الان ببینین این مقدار بلر تصویرمون رو به قولی حالا زیاد میکنه. شما اگر ادیتای رو دیده باشین که یهو تکست میاد و بک‌گراند بلر میشه، دوباره با همین افکت انجام میدن. ولی ما الان میخوایم بک‌گراندمون رو بلر کنیم. به چه شکل؟ روی همین ادجاستمنت لایر یه دونه ماسک درست میکنیم. ما الان برای اینکه بک‌گراندمون رو بلر کنیم روی خود کامرا لنز بلر کافیه یه ماسک دور خودمون ایجاد کنیم. اینو زیادش میکنیم، اینورتش کنیم، ببینین بک‌گراندمون بلره ولی کثیفه. خب مطمئناً میریم دوباره توی ماسکمون، فقط کافیه اینو بکشیم تا جایی که به قولی یه ذره از اطراف خودمون فقط بلر شه. اینجا خوبه. ببینید به همین راحتی تونستیم بک‌گراندمون رو بلر کنیم. حالا شما ماسکتون رو مطمئناً که باید تمیزتر بزنین. این یه مثال سادهش بود. خب افکت بعدی ما افکت آفسته. ما اگر بندازیم روی تکس این کار رو انجام بدیم و روی شیفت سنتر یه دونه کی فریم بدیم و تا جایی که میخوایم بیایم پایین و به این حالت ببینین لوپ میشه برای ما. یعنی ما تا صبح میتونیم اینو الان این کار رو انجام بدیم. بذاریم دوباره اینو بیاریم پایین همینطوری ببرم. ببینین برای ما از بالا تا پایین لوپ میکنه. ما حتی میتونیم با این روی ویدیومون یه دونه ترانزیشن هم با این افکت درست کنیم. به چه شکل؟ ما ادجاستمنت لایر میندازیم روی ویدیومون، کات میزنیم جایی که میخوایم و روش افکت آفست رو میندازیم. ما اینجا یه دونه کی فریم رو بذاریم پاک کنم. ما اینجا یه دونه کی فریم میزنیم و تا آخر
ببینین این همون الان کی فریم رو به قول داره. ببینین 5 تا از بهترین افکت یه حالت ترانزیشن هم میتونید درست کنین. حالا هر چی تمیزتر باشه خب چه بهتر. بهترین افکت بعدی ما افکت دینویزره. کارش چیه؟ ما اگر روی صداهایی که نویز داره و نمیدونیم چطوری اونو از بین ببریم، کافیه دینویز رو بندازیم روی کاستوم ستاپ، ادیتو بزنیم و این بخش برای ما باز میشه. مقدار کم و زیاد کردن نویزمون رو میده. الان اگر من پلی کنم بهترین افکت من صدام نویز نداره، قرمز رنگا نویزه. ما هرچی ببریم سمت صفر مقدار رو، هرچی ببریم سمت 100 5 تا از بیشتر میگیره. حالا پریستش هم خودش داره، هاوی نویز کنسلینگ رو بذاریم 5 تا از خیلی قوی سعی میکنه نویز ما رو بگیره و غیره. اینم از این ویدیو که 5 تا از بهترین افکت های پریمیر رو بهتون معرفی کردم و آموزش استفادهش هم بهتون گفتم. که تا آخر ویدیو نگاه کردین لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خداحافظ.